تاجیکان مردمی بومی آسیای مرکزی می باشد. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح دردی اشتیاق. هر کسی که او دور ماند از اصل خویش، باز جوید روزگاری وصل خویش. علامه باباجان غفورов در سرآغاز شاه اثر خود، انیخترش در صحیفه 17 کتاب تاجیکان تاکید بر آن دارند که یادگاری پلی‌آلیت بالا محلی است که با نام خواجه غار مشهور بوده، در وادی خرد سلسله کوه‌های ترکستان در نزدیکی دهه چهارکوه واقع است. ما در نزد یکی از یادگاری‌های بی‌نظیر تاریخی معماری جماعت دهات چهارکوه مقبره حضرت شاه قرار داریم. البته تا به امروز حفظ گردیدن این یادگاری بار دیگر ثابت می نماید که واقعا هم چهارکوه یکی از دهه‌های قدیمترین محسوب می یابد. و اکنون در اینجا ارزش‌های خیلی هم نادر تاریخی که افاده‌گر تمدن آریایی است در این مقبره به نظر می‌رسد. این 7 ستون افاده‌گر 7 رکن است. یکم آب به وجود آمد، دوم زمین، سوم آفتاب و در زیر آفتاب نورهای اتمسفر به وجود آمد. پنجم رکن اولین ساده ترین ها یک حجیرگی ها پیدا شدند. ششم این همان ظلمات، هفتم نور. 7 رکن، 7 اقلیم، 7 ستاره، 7 اختر، همش انا همین چیزها رو در خود تجسم میکنند. لیکن سال 92 از طرف عالمه اسلام شناسی کانادایی لیزا گلنبک خوانده شد و در آن سمت غربی نام‌های حمزه ابن زبیر ثبت گردیده است. یعنی این یک صحیفه بسیار هم جالب دقت کشف گردید. در عربی 63 خیلی خط است. سلس، ریحان، غبار، ماهی، تعلیق، مشجر، مزهر، معقل، مواید که ما در همین جا همین اسلوب خطاطی های قدیمی، یعنی درخت مانند، برگ مانند، 3 برگ مانند، همین چیزها رو دیده میتوانیم. در گذشته هر یک ملت رمز و نشانه خود را داشت. مثلا رمز و نشانه تمدن چینی ها ستاره 5 گوشه، از آن یهودی ها 6 گوشه، از آن ما آریایی ها تاجیکان این ستاره 8 گوشه. این چه ifade میکند؟ یکم ستاره، یکم چهارکنجه این خون، لیمفا، صفرا، سودا و دویمش گرمی، خنکی، تری و خشکی را ifade میکند که در همین جا ما همین چیزهای میبینیم. در اینجا من همون 4 عنصر، 4 چیز اساسی یعنی سواستیکا نیز تصویر گردیده است. یعنی گفتم ممکن است که مقبره حضرت شاه یکی از یادگاری های نادری تاریخی که گذشتگان ما را، یعنی مدنیت بلندی آنها را ifade گری میکند، یعنی تصویر گردیده است. کسی گمان نمیکرد که از اینجا پایدیواری قدیمه پیدا میشد.
ҳадафи асосӣ пайдо кардани марқади ҳокими самарқанд ҳисомаддин умар ибни абдулазизи моза буд. ҳисомаддин умар ибни абдулазизи моза дар замоне ки зинда буданд ба ин ҷо ташриф оварда ва ҳатто дар ишораҳои таърихӣ ҳаст ки китоби худ алфатову асуро ва кубро, шарҳи арабиюл қазо, алвоқеа ва мунтаҳоро дар ҳамин ҷо навишта буданд. ҳокими самарқанд ба деҳаи Чоркӯҳ ба ин мавзеи лангари моҳиён омада истироҳату фароғат мекарданд. якум сабаби омаданашон аз он иборат аст ки дар ин ҷо дар ҳамин мавзеи сурхкат яъне ҳавзаи адабӣ буд. ва албатта дар ин ҷо як қимати бузурги ин пайдевор аз он иборат аст ки 2500 сол пештар аҷдодони гузаштагони тоҷикон хонасозия, санъати хонасозия доштанд ва онҳо муқиминишин будани мардуми моро нишон медиҳад. дар ҳақиқат ҳам Чоркӯҳ мазраи қадимтарини тоҷикон аст. با چنین عذاب و مشقت تیار و استحصال کردن آلات مهنت برای آهنگر میراث قدیمه است. محض توسط آفریدن داست، کلند، تیشه، تبر، زاغنول، پنشاخ، نعل و پاشنه و میخ و گلمیخ آهنگران مشکلی های حیات همروزه مردم را آسان می کنند. باعث افتخار است که محصول دست آهنگران چهارکوه نه تنها در تاجیکستان بلکه بیرون از آن معروفیت پیدا کرده اند.
ما اساساً با کشتی گندم مشغول می باشیم. امسال در میدان 96 هکتار ما کشتی گندم گذرانده بودیم که حاصل نوکش به حساب میانه 61 سنتینر را تشکیل داد. ما اساساً نبهای را کشت میکنیم که به اقلیمی ما مطابق شده حاصل نوکی بلند میدهد. نبهای کراسندر 99، نبهای مسکوفسکی هینو که به اقلیمی ما خیلی موافق شدن حاصل نوکی دلخواه دادم. ما امسال قریب 200 تانه تخمی خوشصفت ذخیره نمودیم. دیگر سمت اساسی ما این کارتوشکا پروری می باشد که ما در میدان 126 هکتار کارتوشکا کشت کردیم. حالا هونیچین حاصل دوام دارد. دیگر زراعت ها که ما به خواجگی ما کشت میکنیم این البته شولی، مکاسیلاس، یونچقه و لبلبوی خوراکی چاروا می باشد. برای تامین نمودن امنیت آذوقه‌واری در جمهوری ما سهم خودمان را گذاریم.